سوال دیگر آمده است که حضرت عمر را یگان فارسی زبان به قتل رسانید یا عرب؟ برادرای عزیز و گرامی، انا حضرت عمر رضی الله عنه که یکی از دویم نفری که کرسی خلافت زینت داده بود و بسیار زمان زیبایی را برای جمیع مسلمان های روی عالم داده بود، الله از ایشان راضی باشد. این به دست ابو لؤلؤ که این بدبخت، این ابو لؤلؤ این کنیتش بود، لقبش بود که ابو لؤلؤ مجوسی میگن، آتش پرست. این نام اصلیش فیروز بود. این از شهر نهاوند ایران بود. ببینید، یعنی بگیم از فارسی زبان ها بود و در شهر کاشان ایران برای این ابو لؤلؤ برادرای عزیز یک گنبز راست کردن. چرا که امروز ما این بزرگایی داریم مثل حضرت امیر سید علی حمدانی که گنبزا کردگی بالا شد، در نسبتش مردم می رود احترام میکنن، دعا میکنن، خدا رحمتش کنه. گفته در شهر کاشان ایران برای همین ابو لؤلؤ بدبخت اینا در اونجا گنبد، یعنی یک جای زیارتگاه آماده کردن و همین نفرهایی که دشمن حضرت عمر هستند و خودشان شیعه میگن، اهل تشیع میگن، اینها هر سال در همون وقتی کشته شدنی که حضرت عمر کشته شد، اینها رفته در همونجا هر سال رنگ عید دارن. اینا نامش بابا شجاع میگن. بابا شجاع یعنی این بابای ما اونقدر شجاعت داشت که مقصد عمر به قتل رسانید. خدای مهربان یک ذات بزرگی هست که این قدر فضیلتی که به عمر داده است و صد افسوس که یک طایفه گمراهی، یک طایفه ابله ملعون، نفری که عمر به قتل رسانیده است میروند زیارت میکنن و او را نامش بابا شجاع میمانند. بابای ما بسیار شجاع بود. لعنت خدا بر ای بابا که کاری را که این انجام دادگی است این هزارها سال در آتش جهنم میسوزد. زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود که لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر به شرطی که پیامبری بر من تمام نمیشد، عمر هر آینه پیامبر میشد. حضرت عمر بسیار یک خلافت زیبایی را برادرای عزیز گذراندگی هست. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که حضرت عمر از دنیا گذشت، میدونین چی گفت؟ گفت اگر خدای مهربان تمام خدمت‌هایی را که من کردم، علی میگه، حضرت علی، تمام خدمت‌هایی را که من کردم، اگر به یک ساعت خدمت حضرت عمر خدای مهربان اگر گوید عوض کن،
من راضی هستم که تمام خدمتام با 1 ساعت خدمت حضرت عمر عوض کنم. این سخن حضرت علی رضی الله عنه است. بر همین برادر عزیز و گرامی، قاتل حضرت عمر البته این از نهاوند ایران بود با کنیت ابو لؤلؤ که مجوسی بود، آتش پرست بود و همچنان نامشون فیروز بودن. میگه وقتی که این بدبخت میگه حضرت عمر در نماز بامداد چند کارد میگه در شکمش زد. حضرت عمر وقتی که به خانهش آوردن میگه پرسید که کی مرا زد؟ مقصدش مسلمان بود یا غیر مسلمان؟ زیرا حضرت عمر هیچ باورش نمی آمد که مسلمان او را به این حالت بیاره، زیرا وی در حق مسلمان ها بینهایت خدمت زیاد کرده بود. گفتن که ابو لؤلؤ مجوسی بود. میگه حضرت در همون حالتی که روده هاش کشال بود سر برد در سجده، پروردگار را حمد و ستایش کرد که الله را سپاس میگم که من از دست یک نامسلمان کشته شدم. امروز یک توده مردمی ای دین دور بدبخت ایره رفته با قاتل عمر زیارت میکنن و برای او گویم یک جای زیارتگاه ساختن و مردم را ترغیب و تشویق میکنن که هر کسی که اگر رفته این ملعون این بدبخت اگر زیارت کند ثواب 100 بار زیارت حضرت امام حسین در نامه اعمالش می نویسند. این دلیل بین، این حجت بین، این دینی ساخته را بین، این دینی باطل بین.